سلام، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به ساده ترین چنل یوتیوب یا به قول این خارجکی ها Welcome to my YouTube channel. خب فکر کنم همونطور بتونید حدس بزنید و خیلی واضحه این اولین ویدیویی هست که من قراره داخل یوتیوب آپلودش کنم و شما قراره جز اولین نفرهایی باشید که ویدیوهای چنل منو خواهید دید. حالا میخوام بهتون بگم چرا یوتیوب، چرا دارم این کارو میکنم و خیلی از چراهای دیگه و مهمترین سوال چرا ساده ترین چنل یوتیوب که جواب همه این سوالا رو در ادامه ویدیو بهتون خواهم داد. حالا ممنون میشم به قول اینایی که همیشه توی یوتیوب میگم، حالا بلدم نیستم، میگم لایک کنید، سابسکرایب کنید، نمیدونم از این کارا کنید، فراموش نشه زنگوله پنگوله همه اینا رو بزنید تا از این به بعد قرار بهتون تو این چنل کلی خوش بگذره. خب از اینجا شروع کنم که من کیم، چیم، چیکار میکنم. یادش بخیر، یاد کتاب تاریخ افتادم که میگفتن فلانی که بود و چه بود چه کار کرد. من مهدی خزایی هستم، داخل ایتالیا زندگی میکنم و یه دانشجوی خیلی ساده هستم. بعد از اومدن به اینجا من تصمیم گرفتم یه خورده فعالیتمو در زمانهای آزادی که دارم میخورد در فضاهای مجازی مثل اینستاگرام، یوتیوب و اینا بگذرونم و اصلا یوتیوب جز اهداف من نبود. با اینستاگرام شروع کردم، یکی دو تا ریلز آپلود کردم که یک ویوی خیلی فوق العاده خورد و خیلی هم اومدن از این ادمینای اینستاگرامی که تو چطوری اینجوری ویو گرفتی، یا مثلا میتونم بگم با 700 تا یا 800 تا فالوور من ویدیویی که گذاشتم عرض یک هفته 500k ویو گرفت و این برای خودم هم جالب بود و به نوع خودش تحسین برانگیز بود. باور کن خودم هم نمیدونم چطوری اینطوری شد. اما بعد از گذشت یکی دو تا ریلزی که گذاشتم و بعد از گذشت یه مدت زمان به پیشنهاد دوستان گفتن آقا تو یوتیوب هم فعالیت کن، چون من اصلا زیاد اهل یوتیوب و اینا نبودم و نمیدونستم داستان چیه، مثل اینستاگرام الگوریتم داره نداره، فقط میدونستم یه درآمدی به اونایی که سابسکرایبرهای بالایی دارن یا نه ویوهای بالایی میخورن میدن و با خودم میگفتم خب بابا من که نمیتونم به اونجا برسم، سخته دیگه، کو تا من برسم به 10,000 تا 100,000 تا سابسکرایبر، خب سخته و با توجه به محدودیت زمانی که دارم شدنی نیست. ولی اومدم این چالش رو با خودم برم و ببینم میتونم از پسش بر بیام یا نه. نمیدونم فهمیدید یا نه، تو چشام یه غلط کردم خاصی هستم. حالا من این چنل رو راه انداختم، قرار شما دوستان همراه من باشید، منو حمایت کنید، کنار هم باشیم و این قول رو بهتون میدم که اگه تو این چنل باشید بهتون کلی خوش بگذره، کلی لحظات خوبی سپری کنید و از ثانیه به ثانیه ویدیوها، شورت ها و هر چیزی که اینجا میبینید لذت ببرید، بخندید، شادتون کنه و حداقل براتون کلی مفید باشه. شاید بدونید حوزه تخصصی کار ما چیه، یا میخوایم چی ویدیو اینجا آپلود کنیم، چی کار کنیم، چه ویدیوهایی هست، چه شورت هایی هست. جواب مشخصی نیست. هر چیزی که حالمون رو خوب کنه ما اینجا قراره داشته باشیم. هر چیزی که از 10 ثانیه تا 10 دقیقه تا 1 ساعت که بتونه حال شما، حال من و حال هر کسی که این ویدیوها رو میبینه خوب کنه اینجا داشته باشیم. ولی خودم روی چی بیشتر تمرکز دارم، نمیدونم شورت های اولیه ما رو دیدید یا نه، بستای پستی که من از شرکت مختلف سفارش میدم و اینجا براتون آنباکس میکنم، میبینید ویدیوهای طنز، ولاگ های مختلف که میتونه یه خورده تأثیر بذاره توی زندگیتون، توی سطح فکریتون و در کل شاید یک لبخندی به روی لباتون آورد. سرم پایینه ولی قبول داری جمله باحالی گفتم؟ میرسیم به سوال اصلی، چرا ساده ترین چنل یوتیوب؟ خب شاید این سوال پیش بیاد چرا یوتیوب انتخاب کردی؟ هدفت از یوتیوب چیه؟ واقعا هدف خاصی ندارم، فقط گفتم اون تایم های آزادی که هستش و بذارم یه خورده ویدیو تولید کنم و وقتم رو بگذرونم. حالا شاید خیلی بیاد تو ذهنشون شاید دنبال درآمد اینا، شاید دنبال درآمد باشم اما الان نه،
شاید سال بعدی هم نه 2 سال بعد هم، چون میدونم هنوز زوده برای حساب کردن درآمد این ویدیوها، این چنل و خیلی راه داره و برای رسیدن به اونجا من نیاز به شما دارم، صادقانه میگم. حالا میرسیم به اصلی ترین سوال و شاید همون اول ویدیو متوجه شده باشید. ساده ترین چنل یوتیوب. چرا من از این کلمه به کار بردم؟ چون واقعا ساده هستیم و ساده هستم. همونجور که ببینید نه تشکیلاتی هست، نه چیزی، با یک گوشی ساده داره فیلم برداری انجام میشه، نور آنچنانی نیست، دکور آنچنانی نیست و ساده ترین چنل ممکن، ساده ترین ویدیوی ممکنی هستش که شما میتونید ببینید. نه ادمینی، نه ادیتوری، هیچی، همش پای خودمه و قراره از 0 شروع کنم، اونم تو این اوضاع یوتیوبی که ایران داره، همه حرفه‌ای، همه باحال، همه های لول، همه پروفشنال، اصلا هر چقدر تعریف کنم ازشون کمه. ولی من قراره از 0 شروع کنم و اگه تک تک چیزهایی که اینجا اضافه میشه، از میکروفون گرفته، نور گرفته، دکور گرفته، همش قرار از خود یوتیوب باشه و تا زمانی که یوتیوب اینا رو به من نده، پیشرفت نکنیم، درآمدی نداشته باشیم، هیچ خبری نیست و همینطوری ساده خواهیم موند. و اما کلام آخر، همونطور که متوجه شدید اینجا یک چنل خیلی ساده است و شما انتظار چیزهای عجیب غریب و اینجور داستانا ندارید و من این توقع در شما ایجاد نمی کنم. ولی چیزی که هست، اینجا ویدیوهایی گذاشته میشه که سعی میکنم همونجور که خودم لذت بردم شما هم لذت ببرید و در کل وقتی دور همیم شاد باشیم، لذت ببریم، خنده بیاد روی لبامون. و این قول بهتون میدم که تک تک ویدیوهایی که میبینید بهتون بچسبه. این ساده ترین و سخت ترین قولیه که میتونم به شما میدم. پس ممنونم که منو دنبال میکنید. تا درود دیگر، بدرود.